به کانال یوتیوب The Infinity Mind خوش اومدید. لایک و کامنت فراموش نشه و حتما ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای انگیزشی و الهام بخش بیشتری بهره مند بشید. همین امروز شروع کن. خب چند بار خواستی یه کاری رو شروع کنی ولی به خودت گفتی الان وقتش نیست، یا شاید یه ایده داشتی اما به خودت گفتی بعداً انجامش میدم، و یا حتی کاری رو به فردا موکول کردی ولی اون فردای خیالی هیچ وقت نیومد. حقیقت اینه که هیچ وقت شرایط کاملاً ایدئال نمیشه. هیچ لحظه‌ای نیست که همه چیز برای موفقیت تو دقیقاً سر جای خودش باشه. هیچ کس از روز اول آماده نبوده، ولی اونایی که موفق شدن بدون آمادگی کامل هم شروع کردن. پس چرا هنوز معطل موندی؟ شاید فکر می‌کنی هنوز مهارت کافی نداری، شاید از شکست خوردن میترسی، یا نگران قضاوت بقیه‌ان. ولی بذار این رو بهت بگم، هیچ کس از اول بی‌نقص نبوده. هر کسی که امروز موفقه یه روز هم مثل تو جایی ایستاده بوده. اونا هم شک داشتن، اونها هم از شکست میترسیدن، اما یک تفاوت بزرگ داشتن. بقیه صبر نکردن، اونها شروع کردن. خب حالا نوبت توئه. از همین لحظه میتونی تغییر رو شروع کنی. اگر میخوای ورزش کنی، همین امروز 10 دقیقه حرکت کن. اگر میخوای زبان یاد بگیری، 5 کلمه جدید همین امروز یاد بگیر. اگر میخوای کتاب بنویسی، فقط 1 صفحه بنویس. اگر میخوای کسب و کار راه بندازی، همین امروز اولین قدم رو بردار. یادت باشه، مهم نیست چقدر کوچیک باشه، مهم اینه که شروع کنی. فراموش نکن، یا یک روز شروع میکنی یا یک روز حسرت میخوری. پس انتخاب با توئه. دوست داری فقط رویا پردازی کنی یا میخوای از همین امروز برای ساختن رویاها دست به کار بشی؟ فرصت منتظر تو نمیمونه. همین امروز شروع کن.